ارتش ملی زاده دوران استقلال بوده در یک مدت خیلی کوتاه تاریخی رشد و تکامل یافته امروز آرامی مردم تاجیکستان را برداشت دارد. به خاطر در سطح بلند تجلیل نمودن روز تاسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در تمام قسم‌های حربی چرابینی و واخوری‌ها رفته ایستاده است. چون یک واخوری را بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه بخش در همکاری با شعبه معارف ناحیه در قسم حربی 07-017 تشکیل نمودند که در آن خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه اشتراک داشتند و با حیات خدمتی سربازان آشنایی پیدا نمودند. یک گروه خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه بازدید نمودند از قسم نظامی 07-017 بازدید نمودند. امروز از طرف خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی دیدن نمودند از اسلحه‌های نظامی. مقصد ما در آن است که جوانان را در حوزه وطن‌دوستی خویشتن‌شناسی تربیت نمایند. گذراندن چنین واخوری‌ها جوانان را روح بلند نموده حس وطن‌دوستی آنها را زیاد می‌گرداند. وظیفه هر یک شهروند وطن‌دوست حفظ نمودن دستاوردهای استقلالیت و تحکیم رکن‌های دولت‌داری است که یکی از این رکن‌ها خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان میباشد.